Саади Юсуфи – эксперт в вопросах сравнительной теологии, который также является уроженцем Дарваза и хорошо знаком с ситуацией, рассматривает опыт Йогеда как интересное явление. اینها یک اقلیتی دو طرفه هستند. در میان اکثریتی تاجیک زبان ها، اینها تاجیک زبان های هستند که اقلیت مذهبی هستند و در میان اسماعیلی ها اینا اقلیت تاجیک زبان، اینا از دو طرف اقلیتن، هم در میان اسماعیلی ها این اقلیت زبانی و در میان تاجیک زبان اقلیت مذهبی و این اقلیت بودن دو طرفه سایکولوژی خودش داره و یوگیدی ها توانستن به نحو احسن این سایکولوژی را در تقویت ظرفیت های گوناگونی ذهنی و علمی و فرهنگی سو استفاده برند و از یک ده خرد در زمینه های گوناگون توانستن شخصیت های بارزی را به جامعه تقدیم کنند، چی در ورزش چی در دانش های گوناگون. یعنی استعدادهای بسیار زیادی از این دهه خردک برآمده است که این هم نشانگر این است که اینها همین ذهنیت اقلیت بودن در مقابل اکثریت قوی بودن و این همه را در بلند برداشتن ظرفیت های گوناگون خود استفاده کردن بسیار خوب می‌تونه.